مهتابی زیبا چی خاموشی شبان در سقف دنیا، چی خاموشی شبان در سقف دنیا. یکی شب تا قدم تا قد ندارم، کسانی تو تمام می عمر تنها. ایا مهتابی زیبا، چو من ساحل نیابی و یا صحرا چو من حاصل نیابی. ایا غارتگری گلها در این شب، بیا که همچو من غافل نیابی. گری گلها در این شب، بیا که همچو من غافل نیابی. فردی آقیل ترام پرسم از هر فردی آقیل، ندارم باوره هرچند گویم، لبی پر خنده دارد کی ندار دل. ندارم باوره هرچند گویم، لبی پر خنده دارد کی ندار دل. تو را جویم ز دریا و ز ساحل، تو را جویم ز دریا و ز ساحل. فرین سلامت باشید، بسیار تشکر. بر عاشق مهتاب سلامم برسانید، بر شرشره آب سلامم برسانید. هر جا که برفتید بکوبید در دل، بر مردمی بیدار سلامم برسانید. درودی گرم سرشار از محبت و احترام نثارتان بیننده های بسیار هم عزتمند، هموطنان گرامی قدر، آنفرانی که پیوسته با تلویزیون سفینه برنامه های ما را تماشا میکنید. برنامه فضا است چون همیشگی مهمان کاشانه های شما عزیزان. ما نیز در برنامه مهمان داریم هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد ارجمند استاد محمد علی ایوب که ایشان را خیر مقدم میگوییم. تشکر که بر برنامه ما آمدید و دسته هنری شما را نیز خوش آمدید میگوییم به استودیوی برنامه فضای تلویزیون سفینه.
چون یک ترانه بسیار هم زیبا سرای دید، بسیار یک ترانه پرمضمون سرای دید و هوسداران صدای شما، عاشقان صدای شما گمانم که یک غذای معنوی گرفتند و از این سفره که هر بگاه با مردم روبرو هستیم، از این منبری که جای افتخار است، به مخلصان و به هموطنان یک سلام و یک پیغام و یک پیام برسونید. پیش از همه سلام و درودی بی پایان با تمام مردم عزیز و شریف سرزمین تاجیکستان عزیزم و خاصه با تمام تاجیکستان جهان که امروز امکاناتی واسطه های اخبار عمومی هست، قریبی تمام دنیا ما رو تماشا میکنند و تنسیتی و خانوادگی یک شما رو آرزو دارم و همیشه من مخلص همیشگی برنامه فضا هستم و امروز شکرانه میکنم که با درخواست یعنی این کارخانه بسیار زیبا، این منبر بسیار بلند اطلاعاتی امکانات پیدا شد که ما بتوانیم با مخلصان خود در روبرو باشیم و با شما با همه همکاران شما تنسیتی میخوام. صحتمند باشید و گفتید اشاره کردید که برنامه فضا رو تماشا میکنم. خب میدونیم که برنامه فضا برنامه صرف زنده سرایی است و در این منبر هنرمندان و نفرانی برآمد میکنند که از عهده زنده سرایی میبرایند. راستی گپ وقتی که درباره زنده سرایی میرود، علاقه اکثریت هنرمندان آگاهند که طرز زنده سراییدن چی طلبات دارد. اون طلب دارد که باید شما خوب اجرا کنید، با گروهی مطربان مشق کرده باشید، شما سخنرانی رو باید ازبر کرده باشید، از یاد کرده باشید و برابر این توانید که زیر موسیقی شینم و فورم انمو چی میگن انمو سروی انتخاب کردن تو رو با تماشابین پیشکش کنید. اکثریت امروز جوانان اکثریت هنرمندان وقتی که با اسباب‌های ضربی ثبت میکنن، وقتی ثبت میکنن آزاد خودشون رو در صحنه احساس میکنن، وقتی به دست اسباب موسیقی میگیرن در نظرشون میکروفون است و تماشابین است، خودشون رو گم میکنن. و به همین خاطر من بسیار خوشبخت هستم که همین برنامه فضا است که ما میتوانیم که با تماشابین روبرو صحبت کرده باشیم و تماشابین هنرمندان بفهمن که وقتی که هنرمند از فناگرام بسیار استفاده میبرد، از همون استعدادش میموند، همون چیز بسیار خفا میرود. زنده بخونن، هر کسی که بتواند که زنده بخوند او در جای فناگرام هم خوب برآمد میکنه و در دیگر معرک‌های فرهنگی یعنی تاثیر خوبم رسوند گمان. البته بنیاد با تمام من باور دارم که به اهل فرهنگ علاوه خصوص با تمام فرهنگچیان جمهوری چه تاثیر خوب میرساند. خب تشکر زیاد. چنده بود که روبرو در صحبت هم نبودیم و شکر میکنیم که در برنامه فضا مهمان شدید. گمانم ترانه‌هایی که آوردید نو ایجادن و یا چگونه؟ بله سروی اولی که من خواندم از شاعر محترم حاتم است و گمان میکنم که شب شاید در یک میز نشسته و با مهتاب هم گفتگو شده باشد و از تنهایی مهتاب یعنی که الهام ایجاد آمده باشد و این ترانه را گفته باشد و من وقتی که کتاب محترم حاتم را خواندم راست که من هم همون لحظه شاید در تنهایی بودم، شاید وقتی ایجاد بودم و این سرود هم از جهتی مضمون و مندرجه و هم من باور دارم که بسیار تماشابینان هستن لحظه‌ای که در علیحدگی در تنهایی سرود را گوش میکنن و وقتی که تنها سرود را گوش میکنن بسیار حلاوت دیگر دارد و همین حلاوت شاعر و ایجادکار و تماشابین من باور دارم که توأم هستن و این یک نتیجه خوب خواهد داد. بله تشکر. همین حرف زنید که در شهر باختر به چه کار بند هستید؟ خب کارها چطور رفته ایستادن؟ بهترین کلکتیو ایجادی داریم در تئاتر موسیقی مسکوی برنامه استاد عطا محمد جان فعالیت میکنم. هر سحر با هنرمندان جوان مشق آواز میگذرونم و پیوسته با جوانان در کوشش حرکت آن هستیم که همین زیبا وطن را سراییده باشیم. ترانه زیبای استقلال و وحدت و صلح و مادر و فرض کردیم انا در پیش جشن‌های باز مهرگان و صده و دیگر چهاربین هستند. پای همین ایجاد یعنی همین ترانه ها هستیم و گمان میکنم که وقتی که ترانه صفت وطن، صفت طبیعت زیبای وطن، صفت آبادی وطن میشود، من باردارم هر یک شهروند افتخار میکنه. بله تشکر. خب البته که 30 سالگی استقلالیت وطن عزیزمون تاجیکستان آفتابی رو جشن گرفتیم. چی تحفه داشته در این جشن بزرگ؟ چگونه این معرکه با نفوذ در شهر باختر برگزار گردید؟ هنرمندان چه هدیه کردن برای مردم، برای این وطن، برای این سرزمین؟ باور کنید هر یک هنرمند
توانست که نه یک سرود دو سرود یک چند سرودی برای استقلال تیار کردند و علاوه خصوص 30 سالگی استقلال رو هر یک هنرمند با یک تیاری بسیار پخته آمادگی دیده بود. در ورزشگاه شهر باختر یک برنامه بسیار جالب آماده ساخته بودند، یعنی که کارگردان‌های این برنامه و همزمان ما امکانات پیدا کردیم که در ناحیه رشت، در ناحیه سنگوار، در ناحیه مومن آباد و در شهر کلوب با ترانه‌های نوی خود ایجاد کرده بین مردم برآمد کردیم. بسیار تشکر. خب میگفتید که همچنین یک هنرمند روزگار دیده 30 سال استقلالات وطن به مثلا رشد فرهنگ و معارف کشور چگونه مثلا نقش گذاشت؟ استقلالیت اساساً در تمام جبهه‌های حیات جامعه شهروندی ترکستان عزیز ما نقش باسازی دارد، ولی در شاخه فرهنگ، در شاخه صنعت به نهایت پیشروی‌ها احساس کرده می‌شود. به نهایت چی میگویند همین مردم با یک مهر و محبت کدام یک تالاری که ورزشگاهی که ما نبینیم از تماشابین پر است، از تماشابین حتی باز بیرون میدان هم مردم میمونند. این همه گواهی همون است که مردم با یک مهر و محبت به صنعت رو میارن و در دوران استقلال یک نویگری هست که همین مردم با همین کلمه وطن و وطنداری بیشتر مهر بستند. بله. توانستند که همین واژه استقلال رو، واژه دوستی رو، واژه وحدت رو با یک مهر محبت و صداقت میسازند که هر یک هنرمندی که من واخر نکنم هیچ جا باشد 5 10 15 سرودی وطن و وطنداری میخواند. این گواه از همون است که ما در همین دوران استقلال وقتی که در دل مهر محبت هست همون چیز پیدا میشود. هر یک هنرمند میخواهد که همین وطن زیبا را ترنم کند، همین خدمت‌های شایان سرور معظم دولت رو ترنم کرده باشد، میخواهد که زیبایی هر یک گوشه و هر یک خیابان وطن را ترنم کرده باشد. این البته برای هنرمند، برای شاعر، برای ایجادکار یک چی میگن یک دفتر ایجاد است. یک دفتر ایجاد است و این رو ترنم نکردن هیچ امکانی نیست. بله تشکر. واقعا هم ارزنده هست و موظف و وظیفه‌دار هستیم همچون فرزندان این سرزمین، چه هنرمندان، چه دهقانان، چه معارفچیان و هر فردی که در این سرزمین عمر به سر میبرد باید این وطن را ترنم کنیم، زیبایی‌های این وطن را وصف کنیم، خدمت‌هایی که پرزیدنت کشور برای این ملت کرده است قدر شناسی کنیم و دوستدار آب و خاک و دان این سرزمین اجدادی باشیم و شکرانه کنیم که امروز در کشور ما آبادی است، صلح است، ثبات است، یکدلی است، وحدت است، همدیگر فهمی است که واقعا نعمت بی‌بها برای این ملت صاحب تاریخ است. بسیار تشکر. چون در آغاز گفتیم و بیننده های ما نیز خوب میدانند که این برنامه صرف زنده سرایی است و زیاد منتظرشان نمی‌سازیم. بازم میگذاریم به قسمت ترانه دوم و ترانه دومی که میسراید از ایجاد کیست، چگونه آهنگ بندی کرده است، یک کمک قصه کنید بعدا میسراید. این ترانه از شاعر شادروان جمالدین کریمزاده است. با سخن‌های دل را با بوی مهر تو من شاد کردم، این خانه را ز عشق تو آباد کردم. سلامت باشید ان شاء الله. پس با امید آبادی هم وطنان عزیز میشنویم ترانه نوبتی را از جانب هنرپیشه خلق تاجیکستان محمد علی ایوب در برنامه فضا. مرحمت. دل را با بوی مهر تو من شاد کردم، دل را با بوی مهر تو من شاد کردم، این خانه را ز عشق تو آباد کردم، این خانه را ز عشق تو آباد کردم. آن سیدی که زاده بودم و دامیش خود را اسیر پنجه صیاد کردم. آن سیدی که زاده بودم و دامیش خود را اسیر پنجه صیاد کردم. دل را به بوی مهر تو من شاد کردم، این خانه را ز عشق تو آباد کردم.
این خانه را عشقی تو آباد کردم. شعرهای رودکی از یاد کردم. هر نامه تو را که آن در دل عاشقی چون شعرهای رودکی از یاد کردم. دل را به بوی مهر تو من شاد کردم. این خانه را عشقی تو آباد کردم. این خانه را عشقی تو آباد کردم. خوش با زندگانی و احساسی شایی که از دل مرا غم کی بود آزاد کردم. خوش با زندگانی و احساسی شایی که از دل مرا غم کی بود آزاد کردم. دل را به بوی مهر تو من شاد کردم. این خانه را عشقی تو آباد کردم. این خانه را عشقی تو آباد کردم. این خانه را عشقی تو آباد کردم. بیننده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و مهمان نوبتی ما حضور دارند در استودیو هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد هنر اکوی علابدین عبداللهیف. سلام علیکم، شماتون بخیر، امیدوار هستم خوب باشید. بیننده های ما همه وقت منتظر صحنه های شما هم هستند. خود ما هم بسیار مشتاق دیدار شما هم هستیم. سلامت باشند و من از دعوت شما خیلی شاد هستم صحتمند باشید و خیلی شاد از آن هستم که در پهلوی یکی از برادران بزرگی ما استاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد علی ایوبی که هممون دوستش می‌داریم، احترامش میکنیم، ارج میگذاریم به هنرشون، به صنعتشون. در امر اون کس هستم و خیلی شاد هستم. و شما گفتید در حقیقت زندگی ما به خرسندی، به شادی، به صنعت هیچ است. هر یک ایدی ما با قول پیشوای معظم ما با صنعت و با فرهنگش با زیب حسن دیگر میگیرد. و این چنین مردم ما هم که مردم زنده دلند، مردمی هستند که بسیار خندیدن رو، شوخی کردن رو دوست می‌دارن. به قول استاد که زندگی با شوخی و شادی خوش است، شوخی و شادی کنید ای زنده ها. یک لطیفه که خوردی به یاد آمد. شما بدونید که ما مردم تاجیک به همه یک لقب میگذاریم، یک هم چی میگذاریم، یعنی که یعنی باری در یک دیهه، در یک قشلاق یک سفر گفتنی مردی کچیده می آید و برای زندگی یعنی دائمیش و در آنجا که زندگی میکنند مردم هم برای یک پیاله چای دعوت میکنند، میگوید نه ما همسایه شما میشیم، مکن همین در خرسندی های ما، در همه غم زندگی ما با همراه ما باشین. این نام ما سفر باز یک بار دیگر من نوش جانتان من دسترخوان همه برای شماست. با اونجا البته یک موی سفید نشسته است، میدونید که در هر یک سرکار است، رئیس محل است در هر یک محل و دیه بندید که خیلی بسیار ناز سفر جان، بسیار ناز که آمدی نکرد، ما همین یه قدر احترام کردی، ما را دعوت کردی، رحمت سفر جان. نه که ما یک چیکار بگم در این قشلاق 4-5 سفر داریم آخه. هنوز سفری بادرینگ میگن. اجاش میخواد ها ما سفری بادرینگم.
هنری سفری نکسا میگن اولی ماشین نکسمی داشتن که ما داشتم من ماشین نکسمی جو بخواد ایشا سفری فلانی میگن باشه سفر تو چی نام بریم میگه که من خیلی نامم سفر است تمی سفر مرگم کس یکون چون سفر میگه نه باشه که اگر نام تا یک چی بگو خیلی سفری چی بگم میگم اکا همه قدر وای اینش گپ میزنش وای میگه سفر میگه اکا من میگم سفر میگم پروست سفرم بگیر خب میگن نباشم تو را امینو سفری پروسته میگی یعنی در اونجا نامگذاری کردن سلامت باشید تشکر زیاد خب استاد ارجمند چون شما امروز عهدهداری یک وظیفه بزرگ رو در ولایت ختلان برداشت دارید یعنی سردار ریاست فرهنگ ولایت ختلان از برگزاری محفل ها و معرکه های امساله حرف زنید که چگونه بود چگونه گذشت تشکر امسال من با راهنمایی و تشبوسی و فرهنگ دوستی و سیاست فرهنگ دوستانه پیشوای معظم اینقدر انشاءهای فرهنگی به استفاده داده شدند و امروز ها باز به استفاده خواهند داد ببینید که ما به نزدیکی در دهه زیبا منظری گوشه دیارمان کنگورد بودیم که یک قصر فرهنگی بسیار زیبا بود اونجا بودیم و با همراهی مردم قدر خرسندی داشتند که قصر فرهنگ باغ بسیار زیبا در ناحیه دوستی و قصر نوی فرهنگ در ناحیه دوستی قصر فرهنگ در خودی ناحیه واسع قصر فرهنگ در ناحیه بلجوان آثارخانه بسیار زیبا یعنی قدر انشاءات ها مسائل فرهنگی فقط آباد شده ایستادند برای خدمت مردم اینقدر باغ ها بنیاد شده ایستادند و باغ های فرهنگی فراغتی و این البته همه ما رو مردم رو باز هم خرسند میکنه چون باور میکنید باز ما با همراه که محمد علی از شهر بختر آمدیم اینقدر راحت است من به شما میگم راه های اینقدر آباد است این همش از تینجوی آسایشتگی روزگار ما و زندگی ما است این نشانی همون است من باوری دارم که پیش اگر ما طول یکونیم ساعت اگر یا که بیشتر می آمدیم در 40 دقیقه با کار افتاده باشد به شهر دوشنبه به پایتخت کشورمون می آید اینقدر آبادی و زیبایی و تینجی و آسایشتگی است این همش شکرگزاری همه ما است اهل فرهنگ و اهل هنر ما الهام میگیریم ما برای ایجاد کردن برای یک سرودی نوی ترانه نوی نمایشنامه نوی تعیین نمایی و میبینم که علاقه مردم اینقدر ما رو دینه در دهه کنگورد چون قصر کشاده شد خواهش کردن که یک برنامه پیشنهاد کنیم یک برنامه فرهنگی تعیین نمودیم و من این اهل مطربان و نوازندگان و آوازخوانان پیشکش مردم گردانیم من اینقدر بیناهای آباد انشاءاتهای آباد قصرها و کاخهای هنر در خود شهر بختر و دیگر ناحیه‌های کشوری ما خب تشکر زیاد میخواهم یکم وقت دیگر از قسمت آنه که مخلصان شما مردم سیری هنر شما رو از آنه که مثلا در یک نقش چند دفعه بازی میکرد یک نفر شده خب چگونه است چگونه سوق دارد چگونه زحمت دارد این کار البته کمی زحمت رو مهنت رو طلب میکند و اینچنین در بیشتر شما میدونید که از واسطه های تکنیکی قدر پیش رفتند و میتوانیم در یک نوار در یک کادر تا 4-5 نفر تا زیادتر رو استفاده بریم یگانه مشکل در اون است که تکرار نشدن خصلت و خاراکترهای آفریده شونده است یعنی که این گپم سر هم میره این کمتر زحمت و اینقدر باید نازک تماشابین نازک بینیم و در پای بردن که قدر ما کوشش میکنیم که این لحنی این گفتار این مردم با اونش مانند نباشد و از گوش های و لهجه های گوناگونی منطقه تاجیکستان هم استفاده هم میبریم برای گاه بدخشی حرف میگد گاه رشتی گاه مثلا ختلانی و گاه مثلا زرافشانی و اینقدر زحمت رو میطلب و از خود هنرمند یک مسئولیت رو بیشتر رو طلب میکنند که تو جدیتر در این کار باشد و ما کوشش هم میکنیم که در تهیه هر یک نمایش در ایجاد کردن هر یک صحنه شوخی های علاءالدین کوشش کنیم که این با آن تکرار نشود بله خب هست در نقشه که باز تا به شاید جشن سال نو میلادی و شاید از اون پیشتر برای مخلصانتان صحنه های نو و جالبتر را پیشنهاد کنید بله هست و در نقشه هم هست البته کمی
کارهای مسئولیت‌هایی که ما گرفتیم وظیفه گرفتیم و کار میکنیم کمی ما رو از کار ایجادی وقت رو کمتر میماند، لیکن کوشش میکنیم که تو مثلا ایدهای در پیش استاده چند صحنه نوی شوخی علاودین رو پیشکشی مثلا بینندگان و مخلصان و هواداران هنری خودمون گردانی. بله خب تشکر زیاد. و اکای محمد علی شما هم یک کمکک در مورد ترانه‌ای که همین حالو پیشنهاد میسازید، یعنی سرود سوم حرف بزنید که سرود با قلمی که است و چگونه آماده شده است. بعدا گمان میکنم که با پیشنهاد یک لطیفه دیگر از جناب علاودین عبداللهیف ما بیننده ها رو با یک ترانه خوشنود بسازیم. ترانه نوبتی من میخوام که از اجاداتی یک از شاعران بسیار زبردست، شیرین قلم، شیرین زبان، صلاح الدین علیزاده چیزی خوانده باشم. او میگوید که قسمت تلخ به ما عشق خدا داد نداد، از چنین گنجی فراوان به کفم باد نداد. باقی مونده‌اش رو با اسباب خانم حتما بسیار تشکر. و اگر همین حال و لطیفه زیبا پیشنهاد بسازد گمان میکنم که نور علی نور میشود و بیننده های ما هم شاد میگردند. تشکر. و دوستان عزیز یک لطیفه که آزیر من میگم این حتی به نوارم گرفتم، شوخی علاودین، مؤلفش استاد قیام الدین چقلف است و اون کس بسیار هجونیگار و هنرمندی خیلی متکرار بودن. واقعا خیلی است که زنی تولد میکند، البته تولد کردن خوب است، تولد میکند این طبیعتی است اون زنها است، تولد میکند در لیفت و بسیار از این بسیار ناراحت میشود، حتی گریان میشود. ماما دویا میاد میگه چی دخترم گریه میکنی؟ خب میگه من همه میگن که من در لیفت تولد کردم، برای همین من میخواد بسیار شرمم میاد دخترم گریه نکنه، هیچ گپ نداره در لیفت تولد کرده باشی. انا سالی گذشته کو توبه کردم خندم میاد. یک زن اومده در همین استانوفکای پیش بلنیسه تولد کرد، بوس بلندتر گریه میکنه، چو کردی؟ میگه همه بدم اخی من اونجا تولد کردم. یعنی هر جزوی سلامت باشید. تشکر زیاد، صحتمند باشید. مرحبا، ترانه رو میشنویم. قسمتی تلخ به ما عشقی خدا داد نداد، از چنین گنجی فراوان به کفم باد نداد. برد آن بخت و دی بیت الحزنی خویش به ما، بجز از کوهی غم و تشه فرهاد نداد. قسمتی تلخ به ما عشقی خدا داد نداده. هوسی دیدن آن یار بود و بر ما، بجز از کوهی غم و تشه فرهاد نداد. زندگی از دل ما یادی عزیزان بیستون، می بداد و ما داد نداد. قسمتی تلخ به ما عشقی خدا داد نداده.
میشب در دل من بیتی غمه کرده بینا غیر او قیصه گری قیصه ناشاد نداده هر قدر لاله رو خان از دل خاک کرده برون برای مرغی دل ما خواهش فریاد نداده زندگی کرده مرا در بدر و غیر نشین زندگی کرده مرا در بدر و یک سری مو به دلم ناموسی اجداد نداده صفحه های دل ما سوخت بگذشته ما به صلاح از سر نو قیمت ایجاد نداده قسمتی تلخ به ما عشقی خدا داد نداد از چنین گنجی فراوان به کفم باد نداد بردان وقت و دی بیت الحزنی خیش با ما غیری آه و سیتم و ناله و فریاد نداده غیری آه و سیتم و ناله و فریاد نداده سپاس میگم و از نقشه ها و از تدبیرهای در پیش ایستاده استاد محمد علی ایوبی چند جمله گفته باشید که گمانم که بازم ایجادهای نو به نو رو روی کار میارید، ترانه های نو به نو میسرایید، آهنگ های نو به نو ایجاد میکنید. بله هنرمند هر لحظه و هر ساعت و هر دقیقه 24 ساعت یک شبانه روز برای هنرمند وقت کم است که از ایجاد باید هیچ لحظه دور نباشی. حتی در خواب ایجاد میکنند، در بیداری ایجاد میکنند و من شخصا اگر شما باور کنید در سر چنبره که ماشینم باشم یک لحظه یگان چیز ایجاد میکنم و با تلفنم ثبت کرده میکنم و با بیننده عزیز کوشش میکنم که یک چیز نو پیشکش کرده باشم از خاطر که گفتن که حافظ صدا بگو تازه به تازه نو بنه. هرچند که سخن نو باشد، شعر نو باشد، ترانه نو باشد، اما قدر به تماشابین خوب است و ما هنرمندان پیوسته کوشش میکنیم که طبع و ذوق تماشابین رو به نظر گرفته، امکانات‌های بسیار زیبای جمهوری عزیزمون رو به نظر گرفته، همه قدر حیات شیرین و گوارای ملت هم رو به نظر گرفته باید که همه پهلوی انمین آبادی و آزادی و محبت و صداقت رو باید که بسراییم. صحتمند باشد و چون گفتیم دوستان عزیز که آهسته به انجام برنامه رسیده ایستادیم، بازم در انجام اکوی علاءالدین عبداللهیف یک لطیفه زیبای نمکین دیگر برای ما شما میگوید، بعدا خیر خوش میکنیم با شنیدن یک ترانه. سلامت باشید. من حضور در وقت صحبت استاد محمد علی
ایوبی بسیار هم فکرم شدم بسیار، چون که من بیشتر بر فعال و ایجادی استاد اهمیت میتیم و همیشه با همین محبت و زنده سراییشون، با همین ایجادشون من پیش از لطیفه گفتن امیر گفته هستم که من یک برنامه‌ای که شما تهیه نموده اید، برنامه فضا، در حقیقت یک فضای ایجادی، یک محیط خیلی خوب ایجادی است که در اینجا شما معرفی‌گر اینقدر هنرمندا هستید که من بعضی‌هاشون را میدونستم، دیده بودم، لیکن آرزو داشتم که در با طریق تلویزیون برآمد هنرنمایی کنن. شما اونها رو دستگیری میکنید، با شما اونها رو امکانیت میدید که در همین جا هنرشون رو، استعدادشون رو مثلا نشان دهند به مردم و شما هم از فرصت استفاده برده کامیابی‌های ایجادی تمنا میکنیم. خوش که باشد سخن درباره همسایه میرود. بسیار همسایه در حیات ما، زندگی ما بسیار مهم است. ما اول میگن خانه نیو همسایه، بله همسایه اول انتخاب کن، بعد خانه تا میسازی. چون یک مردی در یک جا خانه میسازد و لیکن همسایه‌اش بسیار همسایه ناتوانبین ممسک خاصی بوده است که این هم بسیار آدم خوب، آدمی نقص و پسرش یک سگ توفه کرده است، سگی بسیار خبگیر و سگی بسیار برای احتیاط، برای آنه که مردم آزار نیابند، در پس درش نوشته است که خوش آمدید به خانه مهمان دوستی ما، مهمان نوازی ما، لیکن احتیاط باشید سگی ما گزنده است. گفته نوشته مانده است. اون همسایه میبرد ای بوی خیلی نوشته میگه تازه میکند، روش سیاه میکند، سگش دندان ندارد. گفته نوشته است. همسایه خیلی کن ناتوان. این مرد با یک چهره کشاده میبرد، آدم خوب بخی. این همسایه خیلی است، خیلی میگه تازه میکند و میگه که چی گیم که همسایه آزار نیاورد. خیلی بد می نویسد بله سگم دندان ندارد، راست گفتی همسایه، لیکن تو جانت برآمدن انت میلیسد. سلامت باشید. سلامت باشید، تشکر. خوب صحتمند باشید. و دوستان عزیز، برای همه شما ما روزگار با فراغت، با سعادت، تن صحت، سلامتی بردوام و سعادتمندی دائمه را تمنا میکنیم. با امید آنه که این آخرین صحبت ما با هنرمندان با شما سر این سفره نباشد دوستان عزیز، و با امید آنه که تاجیکستان آفتابی ما آباد باشد، با امید آنه که عزیزان دل همیشه ما از صلح و ثبات و پایداری و از محبت داشتن به این وطن لب واکنیم، با امید آنه که دائم ما دوستان عزیز در خاندان ما طفلکان برقصن، شادی کنن، با امید آنه که همیشه تن صحت و پیروز و موفق باشید. خب رسیدیم به انجام، بار دیگر همتون رو خوش آمدید میگوییم و با شنیدن یک ترانه دیگر از جانب محمد علی ایوبی دوستان عزیز تا برنامه‌های دیگر. لا مکان و هم مکان تو جانی جانی ماستی، ای به نشان و هم نشان تو جانی جانی ماستی، ای به نشان و هم نشان تو جانی جانی ماستی، ای در سما ما را نهان، در سمت ما را بیان، در سما ما را نهان، در سمت ما را عیان، تا عدم ما را فیغان تو جانی جانی ماستی، تا عدم ما را فیغان تو جانی جانی ماستی. خاک باد و آب و نار، هر نفس ما را شمار، آرزوی زری دار تو جانی جانی
عالمی مهر و وفا ای چشمه صدق و صفای دردمندان را شفا تو جانی جانی ماستی ای دردمندان را شفا تو جانی جانی ماستی شیرین و لیلای ما اقوام قوز رای ما ای دل بری والای ما تو جانی جانی ماستی ای کوثر و ای سلسبیل ای زمزم و ای آب خیزر ای کاف و مروه کوه شیر تو جانی جانی ماسی ای پرده‌داری رازی ما ای مجدی آغازی ما ای از دیگر آغازی ما تو جانی جانی ماستی ای از دیگر آغازی ما تو جانی جانی ماستی اسرار سیر ای جان و تن چون آب و شیر ای صبحی از ما برده دل تو جانی جانی ماسی ای کامی ما را انگمین ای خاتمی ما را نگین ای قبله ای صلاح دین تو جانی جانی ماستی گویاسی جویاسی از ماسی زباستی از ماسی زباستی تو جانی جانی ماستی از ماسی زباستی تو جانی جانی ماستی از ماسی زباستی تو جانی جانی ماستی